سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین. با آموزش دوم از قلاب بافی از پایه همراهتون هستیم. این قرار شد توی این جلسه با هم بافت پای کوتاه رو یاد بگیریم. من همونطور که گفتم از 2 رنگ کانوا استفاده میکنم برای اینکه توی ویدیو بهتر دیده بشه و شما راحت‌تر متوجه بشین که چه اتفاقی داره میفته. اگر کانال ما رو دوست داشتین حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرات خودتون رو برامون کامنت کنید. خب دوباره من از جلسه پیش میرم و دوباره توضیح میدم. همون رو برای سرانداختن رو داشتیم میگفتیم یا همون زنجیره زدن. سر بسته انگشت اشاره پیچیده میشه، سرباز بین انگشت میانه و شست قلاب رو رد میکنم، گره میندازم، سفت میکنم و رد میکنم. به این صورت ما اولین گرمون رو زدیم. از انگشت شست میپیچم و رد میکنم، از انگشت شست میپیچم، نخم که گیر کرد رد میکنم. به همین صورت ما میتونیم زنجیره هامون رو بندازیم. خب دوباره من منخ سفید هم بهتون آموزش میدم و میریم برای قسمت بعدی که بافت پایه متوسط هستش، بافت پایه کوتاه هستش. ببخشید کافیه. خب کم زیاد گرفتم، میخوام کمتر بگیرم چون که 2 تا نخ رو میخوام براتون توضیح بدم. دوستان برای بافت پایه کوتاه به این سمت ما نمیبافیم، همیشه نخ رو برمیگردونیم و یه حالت تمیزتری داره میبافیم، یه حالت صافتر. طرفی از حالت پشمالوتر داره و یه طرفی صافتر است، ما از این طرف میبافیم. خب این کاری فعلا بهش ندارم. نخی که به کلافم متصل هسته